حتی بهشون گفته بودن که ما از کارت خودتون 150 میلیون پول کشیدیم دادیم به چند نفر که اگه شما از دستمون در برین یا اگه یه وقتی آزادتون کنیم شما بخواین حرفی بزنین یا این قضیه رو واسه کسی تعریف کنین، اون آدمایی که بهشون پول دادیم میان کل خانواده‌تون رو میکشن. وقتی زنگ میزنه به آمبولانس میبینه که چند تا مرد با قمه و چاقو توی خونه بهش حمله میکنن. تمام وسایلشو میگیرن، با یه سرنگ یه چیزی بهش تزریق میکنن و بیهوشش میکنن. 13-14 ساعت تا بعضی روزا حتی 17-18 ساعت اینا تو خواب بودن. رو انگار توی یه پتوی چیزی پیچیده بودن، 3-4 نفری هر کدوممون داشتن لای این پتوها حمل میکردن، ببرن بزنن تو ماشین، اینا رو بردن به خونه دیگه ای. اینا حتی جرئت نکردن وقتی آمبولانس اومده مثلا به آمبولانس بگن که قضیه اینه، میتونی ما رو نجات بدی. میگفتن باید در دستشویی رو باز بذارید، به این دستشویی ما نگاه کنیم. اگه می‌خواستن برن حموم هر 20 روز اینطورا اجازه داشتن که برن حموم، دو تا اینا رو با زنجیر و اینا به هم می‌بستن، میگفتن که برید با هم دیگه حموم و با هم دیگه بیاین بیرون.